بابای حاجی مردهای ما در روسیه هن، در مهاجرت هن. برای امنا یا مراجعت که همین در همو صحیفت یا در همو شبکت همین را زبس که بگذار. چی بگو؟ بگو که همونها تیز تیز بیاین. یک دویم تلفن نمیکنن. برای حرامی نکردن خودشان نکاح میکنن. ما چی کار کنیم؟ فقط سوم روان میکنن. لیکن آمدنشان یا یاد فرزنداشان چی میشود؟ بعد گفتن ما میشنویم پدر و مادراشان نمیماننشان که بیاین. خب خلاص در اینجا سخن بسیار گفته است. خواهیشان همین است برادرای عزیز و گرامی، خواهیشان همین است که بگو همونها را که تیزتر بیاین. 3 سال شد میگه، یکیش میگه 5 سال شد، یکیش میگه 11 سال شد شوهرم نمیآید. میگه بابای حاجی دادرای عزیز من با واللهی باللهی تاللهی قسمهای حانسی هست که من عیناً چیزی را که می زنها با طریق سوال و تلفن بر من میکنن من به گوش شما رساندستم. میگن که اونها خودشان میروند در اونجا مقصد بگذار اگر نکاح کرده هم یک کسا بگیرن. ما چی کار کنیم؟ ما مقصد همون طغیان شهوته که ما را غم میته، ما او شهوت را چکل خاموش کنیم؟ این یک مسئله دیگر دیر تلفن میکنن. در همین حاضر همین قدر آسان شده تلفن کردن. یک تلفن چیه برادر عزیز؟ یک تلفن کردن چیه که بگیری تلفن کنی هفته ده حد اقل هفته ده یک بار اول با زنت صحبت کنی. بگذار اول با مادرت صحبت که، با پدرت صحبت که. زیرا بسیاری پدر و مادرای است که اگر من قطعی زن صحبت کنم با تلخی و میکفه که قطعی زنش گپ زد. ما پدر و مادرمان در همین مسئله بسیار بگیم جهل و جاهلیشون بسیاره. با اونها صحبت کردی تلفن را بگیر در دست آیلت بده. حالا اینجا در گفتن که بعضیاش بعد زنگ میزنن بعد مادرش میگه کی یا پدرش کی خیمو آیله ما در سلام بگو انا بچکام آشنایی کو خیمه سیاد سلامتم. آخر برادر اگر گپ قبیه شوه میمبری اگر قطعیمو گپ زنی یا اگر هم مادرت یا پدرت نماند که تلفن در دست یمو بتن نمیشود گوی پدر مادر آخی همین زنم تو چکلی که بالای ما حق داری همین زنم بالای ما حق داره آخیر الله معین کرده من چکار کنم؟ در ایجا پدر مادر اطاعت نمیکنی. اطاعت کردن اینها ترا گناهگار میکنه. بگو تلفن بر در دستش ده بگی تلفن علیا سلام علیک تبک احوالش بپرس کمبودیاش بپرس دلبرداریش که او دلش شکستگی ای او در خانه شما یک غلام ای. گفتی خودشون یک خرای در خانه شما حالا که بزیمه او نیست کو ولی خدا توفیق شون داده. خداوند پدر و مادر خوب شون داده که میگه همون خسر خشتامن تا اون خانواده در خدمت کرد. اگرچه این بزیمه شون نیست اینها که میکنن
برای تو مشکلی که بگیری بگوی هزار رحمت زنک. پیامبر میگه اگر یک کس یک کروشکاوا بیاره در دست بتا تیز جواب شو بگردون چیش بگو جزاک الله خیرا خدا جزای خیرت بتا. یک کروشکا نه هزارها کروشکا را در دهن مادر پدری تو میریزه. تمام لباس های دادر اکا و اولاد همه شوه. روزی دراز بگیم خسته و مانده می شوه. ای خدا نمی ترسی؟ تو حقی را پایمال میکنی ای خدا نمی ترسی؟ یا هم آهی دل دارن او فرزندات هم آهی دل داره. راست میگن. یکی ای سببهای دست به حرام زدن امینا انمی خود شما این که 3 سال 5 سال 11 سال یا را سراغ نمیکنین. بعضیاتون دون بیام یک عروسی بوگنی را گرفتگی قطعی همونا زندگی داریم. زن حلال پاکیزه ای که اینها مقصد در دم پیری دستی تر میگرفتگی همینا هم. من پس نمیزنم یگان ملت لیکن آن چیزی را که برای شما برداشت داره نمی زنهای تاجیکی خودمانه. بسیاری همون زندارهایی که در همون جا هستن بپرسان میگند که اونها با شما چی معامله میکنن. دلتانه نبره همون لوای سرخشانو، دلتانه نبره همون کسمتیکایی که چهرهاشون میکنن، دلتانه نبره همون دخی که هم میزنن. اگر همون شرایط برای این زنها مهیا که به نام خدا از 1000 تا اونها در سکه و صورت در فسانی و در همه جهت این زن تاجیکی ما انشاءالله ارزنده ای. برای همین برادر عزیز و گرامی زن تا گفتم که در عوض یک کروشکک آب وقتی میگه جزاک الله خیرا بگو خدا جزای خیرت یا تو باید بگیری بگوی زنک پدر و مادر تا خدا رحمت کنه. زنک برکت بیاوی. من بسیار اطمینان دارم. زنک یک کم ترک صبر کن. انشاءالله می کارکم اندک بهبودی و یک 4 تنگک در دستم بزنه خدا خواه حتما حرکت میکنم. میام باید خبرتون میگیرم. من هم میدونم شما ای مستی را رسیه نرفتین لیکن با در ایجا باز ای هم همون چکره که یک مشکلات را مجبور کرده برآمد رفتی اینها را هم با نزدیک شیدن و خبر گرفتن و از حال اینها پرسیدن هم این هم بزیمت برادر عزیز. با راه هوایی نمیتونی با راههای راه قطعی خلاص چیکاری میکنی نمیکنی برادر عزیز باید از حال زناتون می خبر بگیریم. زیرا که خداشون با زبانو میستن دیگر طاقت نمیتونه. دیگر مقصد این شهوت چیزی نیست برادر عزیز که پیامبر گفته است وقتی شهوت غمتون میده روزه بگیرین. این بیچاره چند روزه میگیره؟ برای همین این شکایت بر شما رسید برادر عزیز. من از همه شما به خاطر خدا اینهایی که من را زنگ میزنن مقصد اینها همه اینها را من همچون فرزند قبول دارم. همچون خواهرای منن همچون فرزندای منن و من امروز مسئولم. همین بیچاره فقط من در زنگ میزنه که میگد که حاجی بابا که خیلی من با یک زبانی عادی شیوگی تاجیکی برسانشان شاید که یکی ننگ میکنن ناموس میکنن. بعد میدانین که نفرش بر من زنگ میزنه میگه که وقتی میگموش ای مردک آخی یادی خانه نمیکنی یا بار نمیای. بعد شما چی جواب میگین؟ بعضی هات بعد چو کردی؟ طاقت نمیکنی؟ صبر نداری؟ خطا خنک کدن در کاره برای بیرون دبو برا خنک گخته برای اجازت تده ترا ننگت گجاده ای نامرد ترا غیرتت گجاده ای که زنی تو ببرای بیرون در خچه خنک کنه.
تو دنبی هم روسیه را بگیری و امکانم داشته باشی نیایی با هم جا بگوی برخت خنک. برادر عزیز با این حرف هاتون شما میدانید که دنیاتون خراب میکنین، آخرتتون خراب میکنین. تو مردنی نیستی.